برای دلار داره چه اتفاقی میفته؟ اگر تحلیل‌های قبلی رو دنبال کرده باشید میدونید من نظرم این بود احتمالاً قبل از عید 100,000 تومان رو تاچ میکنه. دقیقاً 2 روز مونده این اتفاق افتاد. چارتی که من اینجا در دسترس دارم چارت تتر هست. یک تفاوتی وجود داره، تفاوت 6000 تومانی، تفاوت چشمگیریه. کسایی که اهل بازارن میدونن اسکناس دلار معمولا ارزونتره، تتر گرونتره. چرا؟ چون تتر کاربردش بیشتره. خیلی راحت‌تر شما میتونی بخرید، درسته؟ اما خیلی وقت الان بیشتر از 1-2 ماهه که تتر ارزونتر از دلاره. دلیلش چیه؟ دلیلش دقیقاً اینه که اون بازیگر دلار که بانک مرکزی باشه دلار رو ولش کرده، همین سادگی. و اتفاقاً قیمت واقعی که توسط بازار تعیین میشه تتر هست. چرا؟ چون تتر رو هر کسی که بخواد میتونه بخره، هر کسی هم بخواد میتونه بفروشه با حجم بسیار بیشتری نسبت به اسکناس. اسکناس شما ببین با چه دردسری باید بخری، صرافی که نمیتونی بری بگیری، دلیل میخوان ازت. از اون طرف توی بازار سیاه، توی سبز میدون، طلا فروشی و اینا بعضا میتونی بخری که باز اونم هر چقدر دلت بخواد نیست، یه محدودیتی وجود داره. از این نظر کاملا مشخص و محسوسه که قیمت اسکناس دستکاری نمیشه گفت ولش کردن، یعنی اصلا عرضه اتفاق نمیافته. چرا عرضه اتفاق نمیافته؟ چرا بالانس عرضه تقاضا به هم ریخته؟ الان براتون توضیح میدم. وقتی قیمت دلار 80,000 تومان رو رد میکنه با یه همچین مومنتومی، با یه همچین شتابی به سمت 90-100 داره حرکت میکنه، یه برنامه پشتشه. چرا؟ یه گریز ریزی بزنیم به اصلا کلا سیستم قیمت گذاری دلار. دلار توی کشور ما چطور تعیین میشه؟ توسط دولت و بانک مرکزی. فکر نمی کنم دیگه نیاز باشه اینو توضیح بدم. بیشترین ذخایر ارزی تو کشور دست کیه؟ بانک مرکزی. هر قیمتی خودش دوست داشته باشه تعیین میکنه برای دلار. یک انحصاری وجود داره تو کشور ما. بازار آزاد نیست که هر کی هر چقدر دلش بخواد هر موقع دلش بخواد بتونه دلار بخره و بفروشه. محدودیت وجود داره. این انحصار هم خود دولت و خود بانک مرکزی گذاشته. این محدودیت رو خودش ایجاد کرده که بازار تو دستش باشه، بازار تحت کنترلش باشه. وقتی دلار رنج میزنه توی محدوده‌ای، خب هر موقع میرسه به سقف رنج بانک مرکزی عرضه میکنه، نمیذاره قیمت دلار بره بالا. وقتی قیمت دلار مدت زمان طولانی، منظور از طولانی چقدره؟ توی وضع امروز اقتصاد ما 6 ماه تا 1 سال طولانی حساب. قیمت دلار وقتی توی یک محدوده‌ای بمونه، توی یک رنجی بمونه، مثل کجا؟ مثل این قسمت برای مثال، خب بازی بکنه توی محدوده‌ای، تقاضا کم میشه خود به خود، چون انتظارات مردم و خود بازار میره به این سمت که آقا این دلار نمیخواد افزایش پیدا کنه، نمیخواد بره بالا. خب اما به محض اینکه یه خبری میاد، همیشه همین موضوع دقیقاً همگام با خبر، همزمان با خبر اتفاق میفته. اخبار مربوط به جنگ، اخبار مربوط به توافق، برجام، ترامپ، هسته‌ای، اسرائیل، فلسطین منتشر میشه، چه اتفاقی میفته؟ همزمان با این داستان بانک مرکزی میاد عرضه رو صفر میکنه، عرضه نمیکنه تو بازار که قیمت دلار پرتاب بشه به سمت بالا. چرا این اتفاق میفته؟ چرا؟ به خاطر اینکه دلایل اقتصادی زیادی وجود داره، اما اصلی ترین دلیلش اینه که کسری بودجه دولت جبران میشه. دولت درآمدش چیه؟ دلار، چون نفت صادر میکنه. هزینه هاش چیه؟ ریال، چون حقوق کارمنداشو با ریال میده، با دلار نمیتونه بده. خب این دلارهایی که در میاره رو چجوری تبدیل میکنه به ریال؟ میده به بانک مرکزی، از بانک مرکزی به جاش ریال دریافت میکنه. این سیاست فوق العاده سیاست غلطیه ها. این 40 سال 50 ساله که تو کشورها خیلی وقتی که برداشته شده و اصلا از بنیاد اشتباهه، ولی دولت ما این کار انجام میده. دلار رو میده به بانک مرکزی، ریال میگیره، هزینه‌هاشو پرداخت میکنه. خب بهش میگن استقراض از بانک مرکزی. حالا این اتفاقی که میفته، خب شما فرض کن دلار 50,000 تومان بده یا دلار 100,000 تومان بده، با کدوم ریال بیشتری دریافت میکنه؟ با دلار 100,000 تومان ریال بیشتری دریافت میکنه. یعنی کسری بودجه نصف میشه. وقتی دلار از 50 تومان میشه 100 تومان، بودجه‌ای که دولت برای 1404 بسته، 2400 همت، یعنی 2400 هزار میلیارد تومان که پیش بینی میشه 50 میشد، یعنی که 50 تا 60% کسری باشه، یعنی نتونه این رقم رو جور بکنه، نتونه این هزینه رو در بیاره، نصف شد. این میزان کسری نصف شد و هزینه های دولت برآورده شد. دولت خودش برنامه
برنامه‌اش کاملا تحت کنترل خودش دلار افزایش پیدا میکنه و تعداد بسیار زیادی آدما تو کشور ما هستن که فکر میکنن از کنترل خارج شده، فکر میکنن بانک مرکزی دیگه نمیتونه دلار رو کنترل کنه و دیگه سیستم داره فرو میپاشه. اصلا اینطوری نیست. حتی دلار اگه بشه 1,000,000 تومان، مطمئن باش که تحت خواسته بانک مرکزی این اتفاق میفته. بانک مرکزی ما اگه بخواد همین فردا میتونه دلار رو بکنه 10,000 تومان، ولی مملکت میره رو هوا، اصلا نمیشه این کارو کرد به این راه، اصلا به این راحتیات. خب پس برنامه خودش. حالا ما سناریوهایی رو داریم که از قبل اینا رو اومدیم راجع بهشون صحبت کردیم، میخوایم به روز رسانی بکنیم. اول از همه چارت من الان رو 94. خب این 94 قیمت تتره، قیمت اسکناس الان رسیده اینجا 100,000، رسیده به 100,000 تومان و اینجا داره بازی میکنه، به مقاومت اصلی اول خود رسیده. بچه‌ها 100,000 تومان از مهمترین مقاومت هاست، مثل تایمی که رسید به 10، مثل تایمی که رسید به 50، تایمی که رسید به 20. یه سری واکنش ها ما داشتیم در گذشته که همونا رو انتظار داریم الان هم داشته باشیم. تو ذات بازار تغییری ایجاد نمیشه. خب حالا یه ناحیه‌ای بوده، این ناحیه شکسته شده، این ناحیه رو شما شکسته شده فرض کن، قیمت اسکناس رو اینجا در نظر، این بالا کاملا شکسته شده و این ناحیه 100,000 تاچ شده. از اینجا دو حالت وجود داره برای ما. حالت اول، قیمت از 100,000 یک چرخشی بکنه به سمت پایین و حرکت ریزشی اصلی خودش رو به سمت 75 و 80 ادامه بده. یک ریزش 25 تا 30% که من راجبش همیشه صحبت میکنم، انتظارشو دارم. خب اما اون اتفاقا از نظر رفتاری خیلی هم شبیه. تو یه روز قیمت یهو 5-6 هزار تومان گرون شد، واقعا شبیه. و اگر ما یه چرخش ببینیم، چرخش چه شکلی؟ مثلا قیمت توی یک روز از 100 بشه 95، تو فرداش از 95 بشه 90، پس فرداش بشه 85. این شکلی قیمت میریزه. اگر اون ریزشی که من میگم بخواد اتفاق بیفته، اینجوری میریزه. دارم بهتون گره میدم، دارم بهتون در واقع سرنخ میدم، گره نه گرا میگن، سرنخ میدم که بدونید چه شکلی باید بریزه که اون مدلی که من میگم اتفاق بیفته. تو یه روز، تو 2 روز، تو یه هفته قیمت 10 15 20 هزار تومان میریزه پایین. در اون حالت هستش که قیمت میتونه 75 رو تاچ کنه، 80 رو تاچ کنه و بعدش دیگه انتظار ندارم قیمت بخواد بره بالا. تمام، روند صعودی ما تمام میشه، دیگه اجازه نمیدن که قیمت بره بالا. اما اگه این اتفاق نیفته، محتمل ترین حالت دوم اینه که ما به سمت 110 حرکت بکنیم. من داشتم با هوش مصنوعی صحبت میکردم دیروز، تحلیل داشتم میکردم، برآورد میکردم ببینم چه شکلیه. سناریو داده بود به من، سناریوی بدبینانه دلار 110 و حتی 120 رو هم متصور بود. یعنی اگر این اتفاق نیفته تا بعد از عید، تا 1-2 هفته آینده، اگر ما یک همچین ریزشی نداشته باشیم، سناریوی بعدی شکست 100,000. شکست 100,000 تا کجا؟ تا 120 تا 110. اول 110. اینجوری نیست که بگیم تا 6 ماه آینده دلار میشه 150 تومان، نه، تا آخر 404 هم من دلار 150 رو نمیبینم. سالی که هنوز شروع نشده رو تا آخرش هم من 150 رو نمیبینم، مگر اینکه اتفاق عجیب غریبی بیفته، درگیری مستقیم نظامی به وجود بیاد. الان ما چیز خاصی نمیبینیم، یعنی خبر خاصی از جنگ و درگیری منتشر نمیشه. در حد صحبت هست، آقای ترامپ صحبت میکنه و این طرف هم واکنش نشون میده، سخنگوی دولت صحبت میکنه، رئیس جمهور صحبت میکنه، در حد صحبت هست. خب این 5-6 هزار تومانی هم که توی 2 روز گرون شد، این اتفاق افتاد، تو این 2 روز خبر عجیب غریبی منتشر نشد. ترامپ صحبت میکرد، میگفت که هر اتفاقی که حوثی ها توی یمن رقم بزنن من از سمت ایران میبینم. اوکی، مثل این زیاد حرف زده بود روزهای گذشته. چی شد که با این خبر یه دفعه پرتاب شد؟ چرا با خبرهای قبلی پرتاب نمیشد؟ میگم اینا بهونه است، این خبرها بهونه است. دلار قرار بوده 100 رو ببینه طبق برنامه‌ای که وجود داره. خب بانک مرکزی تمام تلاششو میکنه که عالم و آدم بریزن دلار بخرن، دوست داره اینو، بعدش نمیاد اصلا از این. و اون جایی که تقاضا به اوج خودش رسیده، بانک مرکزی شروع میکنه سنگین عرضه میکنه، قیمت میچرخه میاد پایین، همه وارد ضرر میشن. اکثریت الان تو این قیمتا دارن میخرن، 90 تومن 100 تومن دارن میخرن.
وقتی این تقاضا به اوج خودش رسید و دیگه بالاتر نرفت، تقاضا در حال حاضر مدام در حال افزایشه. حجم معاملات رو ببینید زیاد شده یا کم شده؟ زیاد شده. این نشون میده هنوز ورودی پول به سمت دلار وجود داره. تا زمانی که این عدد هی داره میره بالا، قیمت هم میره بالا. به جای میرسه که دیگه کسی نیست دلار بخره. هر کی میخواست بخره خریده. اونجا بانک مرکزی عرضه میکنه. وقتی همه دارن دلار میخرن، عرضه نمیکنه بانک مرکزی. ارز وارد بازار نمیکنه. کمبود ارز به وجود میاد، قیمت میره بالا به همین راحتی. اما یه جایی بانک مرکزی وارد میشه و بازار رو کنترل میکنه. اگه بانک مرکزی نخواد وارد بشه، دلار فردا میشه 200,000 تومان. این دیگه خواسته دولت نیست. اون موقع است که مردم میریزن تو خیابون. اینو دولت نمیخواد. دولت دقیقاً میدونه دلار تا کجا بره اتفاقی نمیفته. تهدید ایجاد نمیشه، خطری تهدیدش نمیکنه. همه اینا رو میدونه. 100,000 تومان. شب عید 100,000. بعد از عید شاید 110، شاید 120. باید ببینیم چی میشه. حتی منم نمیتونم بگم، چون برنامه دولت رو من نمیدونم. دولت به رفتار مردم نگاه میکنه. خب منظور از دولت هم بانک مرکزی، بازیگر دلار، چون توی کشور ما بانک مرکزی و دولت با هم دیگه هستن. خب اون چرخشه رو ولی من دارم کلیدش رو بهتون میدم. تو یه روز یه دفعه 5000 تومان میریزه، فرداش هم 5000 تومان دیگه میریزه. یعنی تو 2 روز 10,000 تومان میریزه، تو 3 روز 15,000 تومان میریزه. دارم بهتون کلیدش رو میدم که بدونید. و هر کسی که زیر 100,000 خریده، من پیشنهاد میکنم بالای 100,000 فروشنده باش. 102، 103، 105 رو رد کنیم، 110 رو هم میبینیم بچه‌ها. 5 تا میره بالا. لول های دلار 5000 تومان 5000 تومانه. 100 رو رد کنیم، 105 رو رد کنیم، به شرطی که بالاش بمونیم. من حالا به روز ثانی میکنم آپدیت میدم براتون. به شرطی که مثال 105 شکسته میشه، یکی دو روز بالای 105 بمونه، بعد مسیر به سمت 110 باز میشه. این شکلی پله های دلار حرکت. من از اونجایی که نمیخوام طول ویدیو خیلی بشه و همه بتونن ببینن، ویدیوهای دلار و طلا و بیت کوین اینا هر کدوم جدا ضبط میکنم، اینجا سریع تمامش میکنم. توی ویدیو بعدی که حالا فردا پس فردا قیمت تکون بخوره ضبط میکنم براتون، اونجا باز توضیحات بیشتری بهتون میدم و به روز رسانی میکنیم، تحلیلمون کامل تر میشه. خواهشی که دارم ازتون، لایک رو بزنید، کامنت بذارید، نظر خودتون رو بنویسید. تک تک کامنت هاتون رو میخونم و اگر سوالی دارید بپرسید، در خدمت شما هستم.